پر از عطوفت و مهربانی بوده. انکیزاسیون، تفتیش عقاید، کشتارهایی که صورت گرفته در دور مسیحیت هم صورت گرفته. به تدریجی مسیحیت مهار شده، پذیرفته ارزش‌ها رو. قبلا که نمیپذیرفت. امروز که شما دست اونها رو باز بگذاری، سفت جنین رو غیرقانونی میکنن در کشورهای مسیحی، ولی قدرتش رو نداره. این نیست که مسیحیت یا یهود تافته جدا بافته است از اسلام و مسلمانان نمیتونن به دموکراسی دست پیدا کنن. تجربه تاریخ خود ما گواه این است که میتوانن. شما فکر میکنید دوران مشروطه ایران عقب مونده تر از امروز نبوده؟ 100%. شما رو با سوادان زمان مشروطه چند نفر مگه بگید؟ ولی تونستن کنار بیان، تونستن بسازن. من دیشب فکر کنم میگفتم که وقتی که قانون اساسی مشروطه رو، قانون به اصطلاح انتخابات، نظامنامه انتخابات رو نوشتند، 5 نفر کسانی که انتخاب شده بودن اینو تهیه کردن و انتخابات تهران تموم شد، قرار شد که مجلس بلافاصله تأسیس بشه، گشایش پیدا بکنه، چون مظفرعلی شاه مریض بود و میترسیدن که او بمیره و قانون اساسی تصویب نشه. با شتاب در واقع میخواستن که مجلس رو افتتاح کنن. تصادفاً روز گشایش مجلس اعلام کرده بودن افتاد روز نیمه شعبان، 15 شعبان. در اون جامعه مجلسیان، نمایندگان تهران مخالفت کردند که روز امام 12 روز گشایش مجلس بشه. 103 سال پیش. پس این امکانش هست. آنچه که در امروز در جامعه ما به وجود آمده، ما به ظواهرش رو می‌بینیم که دولتی عقب مانده ترین اندیشه ها رو تشویق میکنه. یعنی این نیست که قبلا مردم عقب‌تر از این نبودن، ولی دولتی که چاه جمع‌کران درست میکنه، زنانه مردانه، خب داره تشویق میکنه این اندیشه ها رو. خب طبیعی است سایه اون حکومتی که این نوع مسائل رواج پیدا میکنه. این نوع نگاه مسائلی که شما مطرح میکنید سالیان دراز در جامعه باقی خواهد ماند. موضوع تحول حقوقی است، نه حقیقی. ببینید آمریکا اول یک تحول حقوقی درش در پایان دادن به بردهداری صورت گرفت. تحول حقیقی در این جامعه 100 سال بعد اتفاق افتاد با انتخاب آقای اوباما که یک سیاه میتواند رئیس جمهور بشود. ولی اون موقعی که آمدن نظر حقوقی گفتن همه برابرن، جامعه که قبول نکرده بود که هنوز در جنوب آمریکا میکشتند. اگه تصور این که در جوامع بشری تحول حقیقی میتواند به یک تحول حقوقی تبدیل بشود، در موارد بسیار نادری ممکنه درست باشه، ولی همیشه تحولات حقوقی جلوتر از تحولات حقیقی بوده. اول شما این قانون رو در جامعه تصویب میکنید، نخبگان جامعه این رو جلو میبرند، بقیه جامعه به تدریج به اون میرسن. زمان میخواد و این داره تو ایران داره جلو میره. تو ایران این آزمونی که بوده، من نگفتم که حتما فردا صورت میگیره. من میدونم که شما فرمودید که مدتی نرفتم ایران، کاملا فرمایشتون درست هست. 27 سالی که من از ایران خارج شدم و زمان آقای خاتمی هم میخواستم برم ایران، فکر کردم که میشه رفت ایران. پدرم زنگ زد به یکی از، حالا اسمشون نمیارم، یکی از روحانیون که به هر حال مربوط بود و هم تو دستگاه بود و هم آشنایی خانوادگی داشت، گفت محمد پسرم میخواد بیاد ایران، نظرتون چیه؟ گفت تشریف بیارن، مشکل مسکن هم نخواهند داشت. به زبانی بی زبانی گفت میگیرنشون، یعنی مشکل مسکن نخواهند داشت. اونجا برای هم آزاد هم غذا میدن هم مسکن هست. بعدم تصمیم گرفتم نه. ولی به هر حال فکر میکنم که همه ما در روابطی که داریم و آگاهی‌هایی که به خصوص اونهایی که بیشتر فعال هستیم یا تماس داریم، آشناییم با این مسائلی که مطرح میکنید شما. من فکر کنم زمینه‌های عقب ماندگی در کشور ما خیلی زیاد است. خیلی زیاد است. کار دشواری مقابل ما است. ولی این جامعه دارای امکانات بسیار گسترده هم هست. این گنجینه‌ای که به نام نفت زیر زمین ایران خوابیده، اگر به صورت درستی استفاده بشه، این جامعه رو میتونه جهش شتابان به جلو بده. نیروی درس خوانده امروز ایران در خاورمیانه که سهله، در دنیا از نقطه نظر شتابی که اینها دارن وارد زندگی اجتماعی میشن بی‌نظیر. شمار فارغ التحصیلان ایران، حالا درسته که دانشگاه سطحش پایینه، بیشتر از فارغ التحصیلان آلمان و فرانسه است. اون
تأثیر داره تو جامعه. و به نظر من شما باید به این توجه کنید که این مسائل اتفاقا مسائل ساختن حتی جامعه مدنی در ایران برای اولین بار فراهم شده. زمان رژیم گذشته 3-4 تا نهاد نیمچه مدنی وجود داشت. کانون نویسندگان بود که گاه تعطیل میشد، گاه تأسیس دوباره باز میشد. کانون وکلا بود، چند تا ساختار دیگه مدنی و NGO. در زیر سایه جمهوری اسلامی هزاران انجمن دانشجویی ساخته شده که را به ضد خودش تبدیل شده. پسوند اسلامی داره بر نامهایشون، ولی رهبراش تو زندان. یکی از مهمترین ساختارهای مدنی مثلا در تهران شرکت واحد اتوبوس، اتحادیه اسلامی شرکت واحد اتوبوسانی، پسوند اسلامی داره، رهبرش هم تو زندان. خب اینا نهادهای مدنی ساخته شده جامعه ایران که نبود قبلا. دموکراسی هم بر مانده نهادهای مدنی شکل میگیره. به همین لحاظ هستش که با وجود عقب ماندگی در جامعه ایران ما با یک دگرگونی بزرگ، من حتی از این فراتر میرم. من نوشته رو در پیش از انتخابات خرداد سال گذشته به نام مشروطه دوم بیرون دادم راجع به همین موضوع. من فکر کنم ایران در گیرودار یک رستاخیز بزرگ اجتماعی، فکری و فرهنگی است، مانند مشروطه و با عظمت‌تر از مشروطه. و به ویژه موضوع نسل جوانه. ببینید جوان ایرانی مهم نیست که چقدر باور دینی داره یا نداره. برای زندگی بهتر احتیاج به این داره که ایران رابطه خودش رو با جهان پیشرفته حل کنه، از این انزوا در بیاد. و در دنیای جدیدم امکان نداره شما بتوانید این رفتن آگاهی‌ها رو در این جامعه از مردم بگیرید. عربستان تونستن یک کارایی بکنن چون کشوری است عقب مانده از هر جا. کره شمالی تا حدود این کارو کردن. ایران چنین چیزی نیست. ایران درگیری مردم در آگاهی یافتن چنان گسترده هست که بحث پیرامون سکولاریسم به حوزه‌های قم و مشهد رسیده. برید شما سخنرانی آقای علم‌الهدی رو، مدرس مشهد و امام جمعه مشهد رو راجع به سکولاریسم بکنید. خب نشون میده که مخالفه، نشون میده که این بحث جریان داره. اون که برای عوام صحبت نمی‌کنه، که با خودی‌ها داره صحبت می‌کنه که این تخم لب در دهانشون شکسته شده. اینها مطرح شده. جامعه ایران از این لحاظ در یک واقعا میتوان گفت در یک آرامش پیش از طوفانه. ما جرقه‌هایی از اون رو در جنبش خرداد دیدیم و ناامید شدن خیلی‌ها، چون تصور می‌کردن قرار کار رو تموم کنه. نه، ولی این رستاخیز فکری که در جامعه ایران، رنسانسی که در جامعه ایران شکل گرفته، احساس هویتی که مردم دارن پیدا می‌کنن، مقدمات تحول در جامعه ایران. برای اینکه مقدمه خرد پرسشه و این پرسش تو جامعه آغاز شد و از این لحاظ من بسیار خوشبین هستم با آینده ایران و فکر می‌کنم از این منظر باید به تحول آینده جامعه ایران نگاه کرد و تصور نکرد چون مردم دین و باور و خرافات و غیره دارن تحول در جامعه ایران صورت نخواهد گرفت. و سپاسگزار هستم. فکر کنم دیگه فرصت زیادی رو برای ادامه صحبت نیست. از همه دوستان من به خودم سپاسگزاری می‌کنم. پایان برنامه آقای یعقوب چند کلمه می‌خواستم به حضورتون برسونم. برنامه ختم کنم. قدر بحث و امیر استاد چاره بود که من خیلی یاد گرفتم. به ادامه در جواب سلام که جامعه ایران از مشروطیت موفق نمیشه، سال‌های سال موفق نمیشه، انقلاب ایران موفق نمیشه، یک بروز پیروزی در این جامعه هستش. ما در حال تصحیح تاریخی هستیم و این تصحیح تاریخی بر مبنای فرمولی که این کارا رو باید بکنیم نمیشه، ولی باید نگاه کرد در ایران. امروز جوانان ما به مرحله هستن که 100 سال از نسل من جلوترم. در نهایت خشونت جمهوری اسلامی اونها در نهایت صلح دوستی حرکت میکنن. وقتی پاسداری که میز اینا رو میگیرن بهش آب میدن و ردش میکنن. و این عدم خشونت در درون جامعه ما خیلی خیلی مهمه و شرکت عظیم و در سطح رهبری زنان و دختران ما در جامعه با علیرغم تمام تبلیغات جمهوری اسلامی تونسته بدون دستاوردی برسه و این نبود انتظار داشت. به نظر من
سوال من این بود که صحبت کنی هستش که این پیپل آف ایران مطلق هیچ کس نیست. این هستش که آقایون خانم‌ها که اینجا هستن در هر سطحی بیان درگیر میشن باید اینو قناع بدیم از این برنامه سخنرانی هست زیادتر بذارید بتونید یک مقداری از مثلا امکانات دیگه مورد بحث قرار بدیم، هم شما هم ما توی این شهر یک مثلا جایگاهی درست کنیم که مثلا بتونه یک حرکت درستی رو انجام بده. شرکت شما در اینجا خیلی خیلی موثر باشه. تعداد خیلی زیاد نیست، بار جمعیت خیلی زیاده، بنابراین شما شرکت کردنتون، همراهی کردن که با آقای مهراب تماس بگیریم میتونه این برنامه رو غنی‌تر بکنه و بیشتر خودمون استفاده می‌کنیم و جامعه هم استفاده می‌کنه. من فقط همین بود که فقط شنونده نباشیم، یک کمی هم به صدا وارد جریان بشیم. تشکر فراوان از حضور شما، همچنین مهمانان عزیزمون. واقعا ما از دانششون رو بهره بردیم و زحمت کشیدن اومدن. خیلی ممنون.